سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که حال دلتون کوک. میدونین دوستان پیامبر گرامی سفارش کرده که اگر غم و غصه داری، گرفتاری داری، مشکل داری، مریض داری، جوونت حرفت گوش نمیده، سر به هواست، رفع هر غم و غصه، بعد از نماز کافیه 7 مرتبه بگی لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. 7 مرتبه بعد از هر نماز بگو. انشاءالله که غم و غصه از بین میره، جوونت حرف گوش کن میشه، زندگیت پر از رونق میشه، رزق و روزیت زیاد میشه. کافیه بعد از هر نماز بگی لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. خیلی آسونه. بعد تأثیرشو تو زندگیت میبینی. فقط کافیه چند مدت انجام بدی، این ذکر رو بگی، تأثیر قویشو تو زندگیت میبینی. اگر خیلی استرس بچت داری که خدای نکرده اتفاقی براش نیفته، آیات الکرسی بخون، بچتو بسپار به خدا. اگر با این سبک و این زبان از خدا بخوای، قطعا خدا هر چی بخوای به بعد هر جا گیر کرد. مثل اینکه زنگ میزنی به آتش نشانی یا به اورژانس، مشخصه نه مکانش، نه جایی که میری، نه کفش میخواد، نه لباس شیک میخواد، هیچی نمیخواد. با هر زبونی با خدا حرف بزن. خدایا کمکم کن، خدایا دارم تو رو صدا میکنم، خدا خودت درستش کن. خدا مگه خودت نگفتی هر جا گیر کردی منو صدا کن؟ خدا مشکلمو حل کن، بیماریمو درمان کن، حال دلمو خوب کن، بچه‌مو سر به راه کن، همسرمو اخلاقشو خوب کن. خدایا خودت گفتی منو صدا کن، منم صدات دارم میکنم. اینجوری خدا رو صدا کن، باهاش حرف بزن، بعد معجزه رو ببین که چجوری خدا کمکت میکنه بدون قید شرط. تو فقط خدا رو صدا بزن، برو یه گوشه‌ای یواشکی با خدا حرف بزن. این روزا ایام فاطمی است، حتما نذر نمک انجام بده. 5 بسته نمک بخر، رو هر کدوم 1 بار آیت الکرسی، 5 مرتبه هم صلوات بفرست. نمک رو نگه دار. سوم آذر که شهادت خانم فاطمه زهراست، نمک ها رو پخش کن. یه دونشو برای خودت نگه دار، بریز تو ظرف نمکت که باهاش غذا درست کنی. بعد برکت رزق و روزی رو میبینی و هر حاجتی داشته باشی حاجت روا میشی. اگر خدا صلاح بدونه دوستان، با نیت قلبی و از ته دل این نذر رو انجام بده. نذر نمک ردخور نداره، مجرب دوستان. بعد نذر تسبیح خانم فاطمه زهرا، کافیه هر روز 100 مرتبه، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. هر روز 100 مرتبه بفرست و هدیه کن به خانم فاطمه زهرا. بعد ببین خانم فاطمه زهرا چجوری حاجت روات میکنه، اصلا خودت در عجب میمونی. یکی هم نماز استخاصه است که 1 بار براتون توضیح دادم. نماز استخاصه خیلی آسونه. بعد از نماز صبح بخونین یا بعد از نماز عصر، هر وقت تونستی وقت کردی حتما این نمازو تو این ایام حتما بخون. تو ایام فاطمیه هر حاجتی داشته باشی حاجت روا میشی. یکی هم یه دونم نذر صلوات خانم فاطمه زهراست که خیلی حاجت روایی داره دوستان. حاجت روا میشی باش. کافیه هر چند تا تونستی صلوات بفرست. تونستی 14 تا، تونستی 140 تا،
تونستی 1000 تا، تونستی 315 تا، هر چقدر تونستی فقط بفرست عزیزم، فقط بفرست و حاجت روا شو. یه نظری هم هست برای خانم فاطمه زهرا که سوره کوثره. 5 مرتبه سوره کوثر رو 1 مرتبه آیات الکرسی میخونی و 5 مرتبه هم صلوات میفرستی و هدیه میکنی به خانم فاطمه زهرا. انشاءالله که حاجت روا میشی. یک نظر دیگه هم هست، نظر سوره قدر، که 10 روز نیت میکنی به نیت حل مشکلاتت. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، به نیت حل مشکلاتت 10 روز، روزی 10 مرتبه سوره قدر رو میخونی و هدیه میکنی به خانم فاطمه زهرا. دوستان این نظرها ردخور نداره، این نظرها مجربه، کافی از ته دل و با خلوص نیت انجام بدی. اونایی که بچه ندارین، اونایی که گرفتارین، اونایی که مشکل دارین، اونایی که مستاجرین، اونایی که غم تو دلتونه، افسرده این، کافیه خودتون بسپرین به خانم فاطمه زهرا. روزی 1 مرتبه صلوات خاصشو بفرست، اگر نتونستی بیشتر بفرستی. بعد ببین چجوری عادت میکنی هر روز صلوات میفرستی واسه خانم زهرا، هر روز صلوات واسه خانم فاطمه زهرا میفرستی. اصلا 1 روز نفرستی انگار یه چیز گم کردی. اینقدر خانم خونگرمه، دست آدمو میگیره، حاجت آدمو میده، حاجت روا میشی. دوستان یه دونه ذکرم هست که اگر خیلی به مشکل خوردی، خیلی گرفتاری، خیلی افسرده‌ای، ناراحتی، کافیه بعد از هر نماز 100 مرتبه سرتو بذاری رو سجده و بگی یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف. بعد ببین چجوری معجزه میشه، مشکلاتت حل میشه، گرفتاریت برطرف میشه، فقط با گفتن ذکر یا رؤوف. بیشتر دوستان میگن که ما مستاجریم، چند سال کار میکنیم میتونیم یه خونه بخریم، هر ذکری هم میخونیم، هر دعایی هم میکنیم، باز نمیتونیم خونه بخریم. فقط 40 روز، فقط 40 روز نیت کن، اصلا شک نکن که نمیشه، فقط نیت کن. 40 روز بعد از هر نماز، مثلا بعد از نماز صبح 25 مرتبه آیه 29 سوره مومنون رو بخون. بعد از نماز ظهر دوباره 25 مرتبه آیه 29 سوره مومنون رو بخون. بعد از نماز عصرم باز 25 مرتبه آیه 29 سوره مومنون رو بخون. بعد از نماز مغرب باز 25 مرتبه آیه 29 سوره مومنون رو بخون. بعد از نماز عشا باز 25 مرتبه آیه 29 سوره مومنون رو بخون و خودتو بسپار به خدا بدون شک، اصلا یه ذره شک نکن، تا 40 روز بخون. بعد ببین که خدا چجوری یه دری برات باز میکنه که میتونی خونه بخری. خدا خودش یه راهی جلوت باز میکنه. حالا هر جور شده خدا خودش این راه رو برات باز میکنه، ولی از ته دل و با خلوص نیت و بدون اینکه شک کنی. اصلا به کسی هم چیزی نگو، خودت این چله رو شروع کن تا 40 روزم ادامه بده. انشاءالله که خونه دار میشی. اگر تا الان تو چله خانم فاطمه زهرا شرکت نکردی، از امروز شروع کن. خیلی راحت چلش، نیت میکنی به نیت حل مشکلاته، به نیت بچت سر برا بشه، به نیت شوهرت بره سرکار، به نیت مریضی که داری که خوب بشی، به نیت بچه دار شدن، به نیت ازدواج کردن. 40 روز چله بگیر، چله خانم فاطمه زهرا، توسل کن به ایشون. بعد شروع کن. روز اول 5 مرتبه سوره کوثر رو بخون، 5 مرتبه صلوات بفرست
و 1 مرتبه هم آیت الکرسی بخون و هدیه کن به خانم فاطمه زهرا تا 40 روز ادامه بده. انشاءالله 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 حاجت روا میشی. به امید واسه چشم نظر دوستان، بیشتر دوستان میگن ما چشم میخوریم، نمیدونم چشم زخم داریم، هر جا میریم تو چشمیم. کافیه صبح که بیدار میشی، هر وقت میخوای بری بیرون از خونه، 1 بار آیت الکرسی بخون، 1 بار سوره ناس، 1 بار سوره فلق، 1 بارم سوره کوثر رو بخون و 5 مرتبه هم صلوات بفرست و برو مهمونی. انشاءالله انشاءالله از چشم نظر و چشم زخم در امان میمونی. یه راهکار دیگه هم هست برای چشم زخم. یه دونه تخم مرغ بردار، بذار تو کیسه فریزر، 1 هم نمک، 1 هم اسفند بریز توش. بعد مرغو 7 دور سرت بچرخون. این تخم مرغو بنداز زیر پات بشکنه یا بذار پات بذار روش بشکنه. 5 مرتبه هم سوره قدر رو میخونی. بعد که تخم مرغ شکوندی، پات گذاشتی تخم مرغ شکوندی، 1 مرتبه آیت الکرسی، 1 مرتبه سوره فلق، 1 مرتبه هم سوره ناس میکنی و 7 مرتبه هم صلوات میکنی. هرچی چشم نظر و چشم زخمه از شما دور میشه. اگر با من همراهی، زیر این پست برام بنویس الله اکبر.